سلام جادو جونیا، آدرینا هستم، عاشق دنیای جادو. امیدوارم ویدیوی اولم رو دیده باشی و لایک و ساب کرده باشی. اگه ویدیوی اولم رو ندیدی کانال رو سابسکرایب کن و ویدیوی اول رو ببین. امروز اومدم یه دنیای فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم. نه یک کتاب بلکه 2 کتاب جادویی. آماده ای؟ پس جاروهاتون رو بیارید، میخوایم پرواز کنیم به سرزمین تاج‌ها. اول از همه بگم که این 2 کتاب از اون کتاب هست که وقتی شروع کنی دیگه نمیتونی ولشون کنی، مثل خودم که نتونستم ولشون کنم. توی کتاب اول یعنی تاج دوقلوها با 2 خواهر دوقلو آشنا میشیم که هر کدوم قدرت عجیبی دارن، ولی یه رازی بینشونه، رازی که ممکنه همه چی رو عوض کنه. و اما کتاب دوم تاج نفرین شده. اگه فکر میکنید داستان قبلی پر از هیجان بود، این یکی از اون کتاباست که قلبتو میبره. حتی یه قسمتش من گریم گرفت و نشستم کلی گریه کردم. توی این یکی ماجراها تاریک‌تر، خطرناکتر و پیچیده تر میشه و یه نفر باید انتخاب کنه، قدرت یا خانواده. من که خودم عاشق این 2 کتاب شدم، چون همش یاد ماجراجویی‌های هری، هرمیونی و رون میافتادم. اگه از هاگوارتس، راز و جادو خوشتون میاد، این کتابا دقیقاً برای شما. اگه این کتابا رو خوندین حتما تو کامنت ها بنویسین کدوم شخصیت رو بیشتر دوست داشتین، و اگه هنوز نخوندین بدوین برین بخونین. البته داستان ها با همین 2 کتاب به پایان نمیرسه. یادتون باشه هر کتاب دریه به دنیای جادو که فقط باید بازش کنید. تا جادوی بعدی، خدا نگهدار. لایک و ساب یادتون نره جادو جونیا.